قاعده 112 ما و شما که هست، قاعده 112 هم مفهوم ایمان به آخرت بفهمیم. آخر در زبان عربی در مقابل اول استعمال میشه. متوجه هستین؟ هو الاول والآخر. آخر و آخر به ضد اول استعمال میشه. تعبیر به دار آخرت از زندگی دومی و تعبیر با دار دنیا از زندگی اولی میشه. ما دو قسم زندگی داریم، یکی زندگی اولی هست و یکی زندگی آخری. زندگی آخری زندگی آخرت است. خب در تعریف ایمان به روز آخرت علمای اسلام چی میگن؟ میگه آنچه که بعد از مرگ صورت میگیرد. هر چیزی که بعد از مرگ انسان صورت میگیره این مربوط به چی میشه؟ به آخرت میشه. یعنی از کجا شروع میشه؟ از اینمی نزع روح شروع میشه، بعد از اینکه باز توبه دیگه خلاص میشه. یعنی انسان از این دنیای اولی ختم میشه به دنیای آخری میره. دنیای آخری چی است؟ آخرت است. آخرت از کجا شروع میشه؟ مجردی که انسان ملک الموت مشاهده کرد و اینمی لحظه هست که باز توبه قبول نمیشه. یعنی کافر هم اگر دمی لحظه توبه بکنه توبهش الله قبول نمیکنه و انسان گناهکار هم اگر همین لحظه توبه بکنه توبهش قبول نمیشه. خب پس اینمی مسائل شامل چی میشن؟ از نزع جان کندن شروع میشه. عذاب قبر مربوط با آخرت است. بعث، حشر، اعمال نامه، حساب، میزان، حوض، صراط، شفاعت، جنت، دوزخ، اینا کلشان مربوط میشن به چی؟ به آخرت.